بلوتوث میشه به اسپیکر JBL وصل چی؟ باشه الان. نه ببخشید به اسپیکر ماشین وصل. یه لحظه چیزی نگو، دارم سعی میکنم وصلشم به JBL. خب آره میدونم، ولی خب من اشتباهی دستم خورد. میخوام به اسپیکر ماشین وصل. JBL اصلا خونه است. میشه خفشی؟ من اینجا دارم زحمت میکشم. فکر کردی اتصال آسونه؟ اصلا بیا خودت وصل شو. اوکی حق با تو، ببخشید. نه دیگه، با این سن هنوز پارتنر نداری، بعد میخوای به من وصل شدن به اسپیکر یاد بدی؟ الان چه ربطی داشت به این مسئله؟ داداش این وصل نشد، نمیدونم چرا، چون که اسپیکر اینجا نیست اصلا نمیدونم چرا اینجوری شد. معمولا وصل میشه. اوکی اونو فراموش کن، اصلا به اسپیکر ماشین وصل شد. باشه وایسا. ای وصل شد. به طرز عجیبی هم آسون بود. 100 متر دیگه بعد بپیچی راست. اوکی اینجاست بپیچ راست. بسته است، نمیشه. میگم بپیچ راست. آقا دیواره مگه نمیبینی؟ بپیچ. نمیتونم. بپیچ الان ردش میکنی. نمیتونم، میگم دیواره. بیا ردش کردی خوب شد. اصلا برو از نشان آدرس بپرس. دست انداز. خب همینو یکم زودتر بگو. مشکل دارید بروید از اپل مپس استفاده کنید. منتظر من آدرس بدم؟ آره دیگه منتظر نباش، من بلد نیستم. رد شدم از سوپرمارکت. مپ چرا نگفتی نگه دارم؟ همه چی هم که تقصیر منه. چه آدم کینه‌ای هستی تو. تازه ته این مسیری هم که اومدی یه ترافیک سنگینه بهت نگفتم. خب اب نداره، بگو چی میخوای من میرم میگیرم. خب نه برمیگردم میگیرم. نه بابا چه فرقی داره، تو این کوچه رو بپیچ شب به ترافیک نخوری، من خودم میرم. خب آخه این اصلا سوپرمارکت کوچیک و محلیه. خب باشه من از اونام اتفاقا خرید میکنم. این نگران هزینه ارسالشه بابا. نه بابا تو چقدر بی‌آبرویی. ارسالم هم رایگانه، همیشه رایگانه. خدافظ. خب بیا جلو بشین. نمیخوام برو.